3 نفر میرن از لحاظ شرعی مالشون رو حلال کنن که برن مکه. اول میره جلو میگه شغلت چیه؟ میگه چلو کبابی. میگه به همه برنج یکسان دادی؟ سیخ کوبیدت یه وز بوده؟ میگه نمیدونم. میگه خب حساب کتاب مال تو دست من نیست، تو واسه بری پیش مردم صاف کنی. نفر دوم میره جلو سلام علیکم و این صحبتا. شغلت چیه؟ میگه قهوه چی. میگه به همه چایی یه رنگ دادی؟ تازه دم دادی؟ اون دم قاطیش نبوده؟ میگه چرا؟ یه وقتایی وسطاش از دستمون در رفت. میگه خب حساب کتاب مال تو هم دست من نیست، تو هم واسه بری با مردم صاف کنی. مطربی نگاه میکنه میبینه کار این دوتا که درست بود پاشون گیر کرد. وای با حال ما که از بیخوبون کارمون خرابه. میاد بپیچه به بازی. اون دوتا که حالشون گرفته شده بود صداش میزنن میگن بیا برو ببینیم تو چند کلا ازش سوال میکنه شغلت چیه؟ میگه مطربم. میگه نون تو چجوری از دست مردم میگیری؟ میرم توی مجلسی بزمشون رو گرم میکنم، 10 دقیقه 20 دقیقه براشون ضرب میزنم، جخ یه وقتایی هم گرم میگیرم 50 دقیقه هم میزنم. میگه تو کارت درسته، کارت غلطه. اونی همیشه سربلنده که با خودش و بقیه رو راسته. اینجوریه.